علیکم بچه‌ها. همین بچه من گم شده است. اینا 5 ماه میشوه. از سعی میمرد، نه گپش نه خبرش نه تلفنش. نمیدونم در کجا کدومید باشین مرا یاردم بده برای این بچه دستگیریم کنه که این بچه ما پیدا شوه، یا خودش میشنوه یا رفیقاش یا جروش همین را تشکیل کنیم بچه که ما پیدا شوه. السلام علیکم دوستان عزیز، برادران کند و نباتم با دقت گوش کنید. همین مسئله گم شدن ترمام زندان رفتن 99% چه کاندیشنی تا چه پس که از حسابی همین بچه ها یوش خودم هستن. اینه بگمت و محمد جون، یعنی که گم شدگی قریب 5-6 ماه مادر زار شده، چه خیلی گیریه و ناله داره. با خاطر خدا می نواره پنگ کنی تا همین برادر در جای باشه پیدا شود انشاءالله. دوستان عزیز التماس خواهش میکنم مادرایی که پدرایی که فرزنداتون روی میکنین با جا را بررسی را ما روسیه که زندگی میکنم همینجا را میدونم قانونشا قانونشکنی نکنن، حجت کنن. التماس میکنم زارا میکنم که نصیحت کنید. سوم میکنی یا پرسه که سوم ایجا میوید دگجا کار میکنی. بسیار شما مقصد زکلت که میپرتوین نکیم نارکوتیک هم خیلی میپرتوین در کرماه میرن. بسیار شما پستاوید میکنن. با شخصایی که پستاوید میکنن توجی که خودتون از خدا بترسه. قیامت قریب است. به هر یک اینو این سوال جواب و انشاءالله روز قیامت جواب میده. انشاءالله با ایشان میدونم که جواب گفترم نمیتونه. روز محشر سخت است. فکری وطنی عزیزم پدر مادر هست اشتغال کنید. خواهش میکنم نوارون پاک کنید. هر چی میکنم به خاطر خدا به خاطر ملت میکنیم. السلام علیکم و رحمت الله. رحمت برای دستگیری تو که چقدر دستگیری میکنی. او یا لایک یا کامنتاری شما و من هیچی نمیته به خدا. اما هم میدونم که نوار پاک میشود چیکار میکنه. همون مادر پدری که فرزندی جگربان شگون کردگی همه پیدا میشود. بخش که ویدیو منم خیلی دهقانیام. خدا نگهدار. السلام علیکم. بابا لنگری گو جنگ میکنه. اگه سید فورا میپرد بخواد چی کنی. وقتی بیستن خود مخشور کنه کلام که نندونو ریش میشه. چرا مغلق میگم تزرع بود. خدا نگهدار. رحمت برای دفعه.